یه خاطره یلدایی براتون بگم. یه 2-3 سال پیش یه اینقدر عرق تو خونه ما جا مونده بود. من برای اینکه مولا درزش نرم، اتفاقا مامانم نفهمه، روش برچسب به عرق نعنا زدم. اینو گذاشتم لابلای کاسنی و شاتره و این چیزا رو کابینت آخری و خیال راحت که جاساز کردم. یه روز مامان 10 دقیقه زودتر از من اومده بود خونه ما. به مانلی گفته بود سر معده من سوز میزنی، عرقیجات مامانت کجاست؟ مالی هم گفته بود نمیدونم. بعد اون وقت ماما خانوما که دیده همیشه قشنگ سری پیدا میکنن، پیدا کرده بود و اونو به عنوان عرق نعنا ریخته بود و شاتر ماتر رو نبود داغم بهش اضافه کرده و یه راست سر کشیده بود. من رسیدم خونه دیدم مامان اینجوری افتاده ملممت، از یه ور میخندید میگفت تو زر نزن، از اون به خاطر معدش آروغ میزد میگفت تو زر نزن، از اون برم به خاطر عرقی که خورده بود سکسکه میکرد میگفت تو زر نزن. مانلی گفت نوش چه شده؟ گفتم نوش خوبه، من بدبخت شدم، من بدبخت شدم.